سلام بچه‌ها به چنل فهم و تریاک خوش اومدی. این شما من این مهمون جدیدمون. سلام. اومدی با یه ویدیو خفن. از توی ویدیو همراهمون باش اگه خفن پسندی. امیدواریم که بهتون خوش بگذره با ما. این ویدیو رو دست به دست کنیم به دست حسین برسه. میخوام یه چیزی بهش بگم. میشه حسین آقا میشه ازت خواهش کنم من یه بار دستتو بگیرم؟ میشه لطفا من یه بار دستتو بگیرم؟ خواهش میکنم میشه دستتو بگیرم؟ حسین خود دستتو بگیر. یا اینا دستم برای تو. حسین آقا هر جا هستی دستتو بده به این بدبخت. خیلی گناه داره دلم سوخت. جگرمون کباب شد. ورود آقایون به آسانسور ممنوع چون آسانسور خرابه. دهنتون سرویس چه کاریه آخه؟ سیگارا هست اینا این من مشکلات خارجی ها ساخته شده. اگه میخواین بر مشکلات ما ایرانی ها سیگار بسازید این خدایی راست گفت. اینقدر سیگار اینقدر دیگه به ما دوا نمیکنه. جواب نمیده اصلا. علی مکانیک علی وقتی بابام میگه برو خدمت آشنا دارم. خدای خیلی خوب بود. همه بابا از این آشناها دارن. غیر ممکنه کسی نداشته باشه. وقتی میگم بابا چه کاریه مگه خودم میتونم انجامش بدم. حالا من خنده کن. یه چالش این استا رو امتحان کن. آجی چه خبره؟ 100 بار زدی اون تیکه رو. ببین از اول ویدیو رو پلی کردی. آخه چه کاریه؟ چقدر خبری خدایی. آرایشگرم پشتش شد. گوشی شده بسته اجتماعی. من فقط نگران اون آرایشگرم. ما رو داد به فدایانه. آره اگه ما دوتا بخوایم بیایم خونتون اولین خوراکی که میدیم بخوریم چیه؟ خوراکی که شما میدین بهش چیه؟ تبدیل میکنم. چی بگم والا اصلا چطوری روتون میشه از این محتواها بسازین؟ خودش میدونه مردم چی میخوام بهش بدن. آره خودش میدونه. نمیدونم چرا پسره با هم کات کرد. ببینیم چیکار کرده. عادی تری. خدایی. میسم دست بالا. میسم این چیه نگاه میکنی؟ میسم میکشمت به خدا میکشمت میسم. آره میسم خاک تو سرت. میسم تو اصلا آبرو نداری؟ خاک تو سرت کنه. سلام من یه شوخی عادی باش بکنه. وای مامانش بود. مامانش بود. فقط کافیه این محصول رو داخل باسنتون قرار بدید تا گوز شما بوی گل و بلبل بده. تو رو خدا اینو مت نکنید. کاشت ناخن و ابرو و موجه کم بود، از فردا خرج گوزم میفته گردنمون. الو عشقم کجایی؟ هیچی، دارم میرم سالن. وقتی ترمیم بوی گوز گرفتم برم کپسولم عوض کنم. همین مونده بود. واقعا همین مونده بود. چی بگم؟ با دل پاکتم من تو نرم بکشی ساکتم من یه شهر رو آتیش میکشم فرمون بده سیم چاک. اون وقت میای زیر این ویدیوهاتون مینویسید صرفا جهت فان ولی خیلی وارد بودی. خدایی باورم نشد. اینجا لاتی بر نمیداره میری بشته خیابون یادم به سکوت. از مایکل جکسون تبدیل به پلنگ صورتی شد. آره واقعا چی بودی؟ پیش هر آرایشگری نرید. خب بچه ها ویدیو امروز ما به پایان رسید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراهمون بودی. امیدواریم که تا اینجا با ما بهتون خوش گذشته باشه. ساب و لایک و زنگوله فراموشتون نشه.